سلام، من علی زاهدی هستم از وبلاگ زاهدی دات پرو با مجموعه اسکرینکست ها در مورد سویفت در خدمتتونم. خب شروع میکنیم. یه سری مقدمات اول میگیم، ابتدا هم با ایکس کد در خدمتتونیم. ایکس کد یه محیط برنامه‌نویسی برای سویفت. اول میایم به فایل پلیگراند، نیو پلیگراند، فایلمون رو ایجاد میکنیم. پلیگراند برای اینه که شما بتونید پلیگراند برای اینه که شما بتونید تو محیط برنامه نویسی کنید و خروجیتون رو همونجا ببینید. خب اولین کاری که میکنیم طبق معمول hello world println hello world. خروجی رو ملاحظه میکنید باید ثبت کنید تا برنامه اجرا بشه. hello world رو چاپ میکنه. حالا اگه بخواید کنسول رو هم ببینید، از این قسمت میتونید کنسول رو ببینید. خب چجوری کامنت بذاریم، چجوری سیمی کالون بذاریم؟ برای کامنت گذاشتن دو تا راه دارید. ابتدا اینکه اسلش کامنت، یا اینکه توضیحات پشت سر هم میخواید بدید، اسلش و ستاره کامنتتون. با ستاره هم بسته میشه. حالا اگه بخوایم کامنت های تو در تو بذاریم، به همین راحتی میتونید کامنتتون رو بذارید. خب متغیرها و ثابتها چجوری تعریف میشن؟ ثابتها با کلمه let و همینجوری که مشاهده میکنید ادامهش. وریبل ها هم با همین ساختاری که مشاهده میکنید. خب let رو در ابتدا به کار میبریم. دو تا حالت داره، یا تعریف متغیر رو، تعریف تایپش رو میدید به خود سیستم، یا هم خودتون مستقیما تعریف میکنید. که با یه دو نقطه و تایپی که داره متغیرتون رو تعریف میکنید. اینت فرضاً که میشه 23 24. حالا اگه من یه ثابت رو تعریف کردم و مقدار اولیه و تایپ استرینگ بهش دادم، ولی مقداری که دادم اینت بود، ارور رو اینجا میبینیم که باید مقدار رو اصلاح کنیم. خب تایپ های ضمنی هم همونجوری که گفتیم میتونیم یه متغیر رو تعریف کنیم به این صورت که تایپش رو تعیین نکنیم. فرضاً 10. متغیر بعدیم (10-2). خب این اینت، اینم که دابله. استرینگ رو هم میتونیم داشته باشیم. خودش تشخیص میده.
در مورد یونیکود نیم ها نکته جالب اینجاست که در سویفت ما میتونیم کلمات فارسی را داشته باشیم، چینی، عربی، ایموجی ها. یه متغیر دارم به نام علی که خب مقدارش هست 12. میبینیم که 12 رو داریم، میتونیم پرینت بگیریم ازش. میبینیم 12 رو برامون پرینت گرفت. خب میرسیم به قسمت استرینگ ها. در مورد کاراکتر صحبت میکنیم. فرضاً من یک وریبل دارم. فرق ناگفته نمونه که فرق ثابت ها مثل یه ثابت اینجا دارم به نام و یک وریبل دارم به نام وریبل که مقدار وریبل رو هم داره. من مقدار کانستنت رو نمیتونم تغییر بدم، با ارور مواجه میشم. خب میبینید که میگه که نمیتونید تغییر بدید، ولی مقدار وریبلم و متغیر وریبلم رو به راحتی میتونم تغییر بدم. بکنمش علی یا بکنمش 10. خب میگه این چون استرینگه نمیتونه تبدیل به اینت بکنه. یه فور داریم که یه متغیر کاراکتر داره، یه مقدار ماوس داریم. من میگم پرینت کن ln و هر کاراکتر رو و 5 تا خروجی رو به همون میده. خروجی رو تو کنسول اگه نگاه کنیم ماوسه. حالا اگه حروف فارسی داشته باشیم باز هم دوباره اینا رو بخوام ببینم، دوباره کاراکترهای اینا رو توی خروجی بهم نمایش میده. خب حالا میرسیم به ترکیب رشته ها و کاراکترها. خب من یک ایموجی دارم مثلا با چه خنده. به این صورت حالا ترکیب اینها رو میتونم داشته باشم. ایموجی 2 and 3 درسته که خب من ایموجی 1 رو دارم به علاوه ایموجی 2 خروجی میشه این. حالا اگه باز بخوایم جلوتر بریم میتونیم یک متغیر دیگه داشته باشیم به نام تست که میتونه ایموجی ها رو هم شامل بشه. خیلی هم خوشگل. خب حالا من این قسمت رو میام توضیح میدم. فرضاً یه متغیر داریم به نام a، یه کانستنت داریم به نام a که a یه عدده، b رو هم داریم که 4. من اگه بخوام اینو پرینت کنم یا یه متغیر دیگه داشته باشم که بگم حاصل ضربشون چی میشه، طبیعتاً باید بگم مقدار a ضرب در مقدار b a ضرب در b.
خروجی رو میبینیم 3 میشه 12. 3 ضرب در 4 میشه 12. 4ش بکنیم خروجی به ما 16 برمیگرده. موتیبیلیتی اینجا فرضاً یه متغیر وریبل داریم، وریبل A رو داریم که هست دیزیز تست. مقدار A رو بخوایم اضافه کنیم بهش، به راحتی میتونیم این کار انجام بدیم. ولی حالا اگه یه کانستنت داشته باشیم که یه مقداری بهش داده باشیم، علی دیگه این مقدار رو نمیتونیم بکنیم مصطفی، چون ثابت همونجوری که توضیح دادیم. ببین میگه موتیبیلیتی اروری هم که میده، میگه این یک کانستنته و نمیشه تغییرش داد. آرایه و دیکشنری، آرایه و دیکشنری. آرایه اینجوری تعریف میشه که من یه آرایه دارم مساویه با 1 و 2 و 3 و 4. حالا اگه پرینتشون کنم خروجی رو میبینید. میتونم داخل این آرایه یه عنصری رو البته خب برای دیکشنری فقط تفاوتش اینه که یک کی داریم و یک ولیو داریم. کی 2 و ولیوی مد نظرم. پرینت الان کنیم دوباره دیکشنری، خروجی رو میبینیم. خب در برای تایپ کالکشن ها دقیقا مثل وریبل های معمولی عمل میکنیم. یه کالکشن نیم داریم، استرینگ، مقدارش هم هست علی، مصطفی و مثلا مازیار. حالا من اینجا یک مقدار اینت اضافه کنم مسلما بهم ارور میده. چرا ارور نداد؟ ارور باید بده دیگه. آها. خب ارور میده. 234 رو نمیتونم اضافه کنم. حالا اگه بخوام یه متغیر اضافه کنم که مقدار اولی نداشته باشه، فرضاً نیم، فقط تایپش رو تعریف کرده باشم، به این صورته که به این صورته. حالا یه مقدار میخوام بهش اضافه کنم، append علی، به همین راحتی میگم حالا پرینت کن نیمز رو برای من علی رو پرینت میکنه، یا پرینت کن نیمز رو خونه صفرش رو برای من پرینت میگیره. و حالا اگه بخوایم در مورد تایپ دیکشنری رو صحبت کنیم، فرضاً یه متغیر دارم number of legs که مربوط به حیواناته، مثل مورچه، 6 تا پا داره، و مار که هیچی پا نداره، و یوزپلنگ که 4 تا پا داره. خب حالا من اگه بخوام همین متغیر رو ابتدا تعریف کنم، اینجوری تعریف میکنم number of legs استرینگ که کی هامون هست و اینت هایی که ولیو هامون هست در واقع. حالا میگم number of legs مورچه
که 6 تا پا داره. number of legs snake هیچی پا نداره. snake هیچی پا نداره و number of legs use blank که 4 تا پا داره. حالا من اگه یه پرینت هم ازش بگیرم خب ببینیم خروجی رو برامون چاپ. حالا من مقدار اینجا رو میتونم فلوت بدم. مقادیر رو فلوت در نظر میگیرم. یا میتونم دسیمال بدم. ببخشید دابل بدم. مقادیر برای من دابل در نظر میگیره. لوپ ها، انواع لوپ هایی که داریم وایل هست. وایل خودش چند نوع وایله، یکی وایله و یکی دو وایله. ساختارش هم به این صورته که یه متغیر دارم به نام آی، شمارندم هست و یک لوپ دارم تا زمانی که آی کمتر از 10 ادامه میده، پرینت میکنه مقدار آی رو پلاس مساوی 1 قرار میدم. خروجی که من میده 10 تا خروجی که من میده یه چاپ 10 تایی از 0 تا 9. دو وایل هم به این صورته که من اینو ببندم. دو وایل هم به این صورته، من همین متغیر رو دارم. اگه اینجا من آی رو کمتر از 1 بذارم خروجی من 1 بار اجرا میشه و اگه 0 بذارم هیچ بار اجرا نمیشه. حالا من میخوام 1 بار حداقل اجرا بشه تا زمانی که آی کمتر از 0. پرینت کن پرینت کن آی رو. میبینید که 0 برای من چاپ میشه و 1 بار این کد اجرا میشه. نوع دیگه که داریم فور هست. فور برای کاراکترها، فور این داریم و فور این برای رنج داریم. خب من اگه صفحه رو پاک کنم یه فور داشته باشیم برای کاراکترها که همونجور که توضیح دادیم مثل موش. پرینت الن کن کاراکتر برامون چاپ میکن. خب خروجی رو ببینیم. حالا ما یه خروجی یه چیز دیگه هم داریم برای رنجه. من میخوام از رنج 1 تا 10 خروجی رو داشته باشم. پرینت کن پرینت الن کن آی رو. ببینید 10 بار برای من خروجی چاپ میکنمش 3 بار برای من خروجی چاپ. برای آرایه ها هم داریم به این صورتی که for یه آرایه دارم 10 و 12 و 20 فرزن که برای این آرایه پرینت میکنم مقدار هر خونم 10 و 12 و 20 رو برای من چاپ میکنم. برای دیکشنری ها هم داریم. دیکشنری ها به این صورتی که
یه تاپل کی ولیو برمیگردونه، کی و ولیو. صفحه رو ببندم. کیمون هست کی1، ولیومون هست value1 و کی2 و value 2. print ln میکنه کی به علاوه slash کی و value رو چاپ میکنه. خروجی که ما میده عذر میخوام، خروجی که ما میده به این صورت است. کی و ولیومون رو به خوبی و به راحتی چاپ میکنه. حالا اگه بخوام یه آرایه رو مودیفای کنیم به این صورته که من فرضاً این آرایه رو دارم، خونه صفرمش رو میخوام مودیفای کنم، به جای 10 میذارم 50. print ln میگیرم خب حالا فرضاً میخوام یه مقداری رو زیاد کنم، میگم که چند تا مقدار رو زیاد کنم، میگم این آرایه رو بهش اضافه کن، 10 و 70 و 80 رو بهش زیاد کن، 10 و 70 80 بهش زیاد میشه. خب من از این پرینت میگیرم print ln آرایه، مقداری که دارم فرضاً میخوام 20 و 10 و 70 رو جابجا کنم با دو مقدار، میگم خونه 20 2 تا 5 2 تا 4 رو برای من جابجا کن با 11 و 13. حالا بیا پرینتشو بگیر 20 و 10 و 70 ببخشید 20 و 10 و 70 با چاپ نشه و 11 و 13 به جاشون چاپ بشه که همینجوری مشاهده میکنیم همین اتفاق میفته. تغییر دیکشنری رو قبلا گفتم ولی دوباره حالا یه توضیح میدم و سریع رد میشم ازش. فرضاً خونه داریم برای مورشه 6 تا پا داره و مار رو داریم که پا نداره. برای اینکه بتونم تغییر بدم یا یه عنصر زیاد کنم خروجی که میبینید شده 5 تا ولی در واقع همون 4 تا درست. برای خوندن مقادیر از دیکشنری هم به راحتی میتونیم عمل کنیم به این صورت که print ln میگیریم از names و خونه مثلا مورشش که خروجی که به ما برمیگردونه 6 تاست، 6 تا پاست. حالا فرضاً من نمیدونم که یک خونه از دیکشنری این وجود داره یا نداره. برای اینکه تست بگیرم و مطمئن بشم ببینم این خونه وجود داره یه متغیر دیگه تعریف میکنم به نام leg count. حالت عادی اینه که من بگم که خونه مقادیر خونه فرضاً مورچه رو بریز داخلش، بعد برای من پرینت کن.
که خب 6 رو برام برمیگرده. خب حالا فرضاً اگه من این متغیر داشته باشم که اصلا وجود نداشته باشه مثل شغال، چه اتفاقی میفته؟ میبینیم مقداری که برام برمیگردونه یه مقداری هست که اصلا تعریف نشده است. برای اینکه حالا خونه این متغیرمون رو از پیش تعریف کرده باشیم و اینی که همچین اتفاقی نیفته، از این استفاده میکنیم. میگیم حتما باید اینت باشه، ولی اگه مقداری نبود نیل رو برام بریز. من نیل رو چاپ میکنم. حالا برای اینکه توی همچین دامی نیفتیم میتونیم از یک حرکت ساده تر استفاده کنیم. خب می‌بینیم هیچ متغیری، هیچ مقداری برامون چاپ نمی‌کنه، ولی اگه همین مقدار رو بکنم برای مورچه بخوام 6 تا رو برای من برمیگرده و چاپ میکنه. و این متغیر دیگه اینجا برای من قابل دسترس نیست، فقط برای حلقه ایفمه. که خب ارور برمیگرده. و حالا برای التش هم میتونیم یک پیغام چاپ کنیم که فرضاً که خروجی رو ما نمایش بده. خب این قسمت هم تموم شد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر براتون مفید بوده حتما با دوستانتون به اشتراک بگذارید و ما رو از نقد و نظرات و پیشنهاداتتون در سایت بی بهره نذارید. متشکرم. ایام خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.